سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام اکسپرتی که نوشتیم و بک تست بگیریم، توضیحاتشون رو براتون بدم. این اکسپرت بر اساس RSI کار میکنه. وقتی که RSI به اشباع میرسه یه ستاپ ایجاد میکنه، تایید میگیره، پوزیشنش میگیره. اگه پوزیشن ضرر واقعی بره ریورس میکنه. بعد یه افزایش لات هم داره. با لاتی که شروع میکنیم وقتی که ضرر واقعی میشه یه اندازه حالا هر لاتی که خودتون تعیین میکنید براش اضافه میکنه، پوزیشن برعکسش رو میگیره و در نهایت سودش رو میگیره که سودش یعنی در اصل با پوزیشنی که تو ضرر رفته بیشتر میشه، هم ضرر اون رو جبران میکنه، همین که سود اضافه تر هم میده. این خیلی چیز خوبیه، ولی بدی هم داره. بدیش هم اینه که اگه مدیریت ریسک نداشته باشین ممکنه اکانتتون از بین ببره. برای اکانت های کوچیک اصلا مناسب نیست. ببینین ما الان با $1000 بک تست میگیریم براش، نتیجه خوبی داره، ولی ضرراش هم هست که اونا رو حتما باید مدیریت سرمایه داشته باشین که بتونین از همچین استراتژیایی بتونین استفاده کنین، همچین پوزیشن ها ضرر بتونین که اکانتتون رو حفظ کنین. وقتی شکست RSI میشه پوزیشنش رو میگیره، سودش رو میگیره، نمیذاره تو ضرر برین، چون که بریکوین 2 مرحله‌ای داره. یه مرحله توی حالا خودتون نسبت به حالا بریکوین 2 مرحله‌ای داره که نمیذاره اکثر موقع تو ضرر برین، ولی با این همه هیچ موقع هیچ استراتژی نیست که 100% سود بده، همیشه ضررم داره. باید مدیریت داشته باشیم روی استراتژی توی سرمایه‌تون. خب اینجا ببینین، اینجا ضرر داد، لاتش رو افزایش داد با یک صدم که گرفته، اومده اینو 200 کرد و سل رو تبدیل به بای کرد و سودش رو گرفت. این خیلی خوبه، ولی این ضررهایی که میده ممکنه پشت سرم 4 تا 5 تا 6 تا ضرر پشت سر هم بده. هیچ موقع بازار تو روندی که دلخواه ما نیست ممکنه به اکانتتون ضرر برسونه. باید اینا رو همیشه در نظر بگیریم. این استراتژی با این اکسپرتی که نوشتیم توی 3 ماه در حدود $600 سود داده که خوبه. 60% برای 3 ماه عدد خوبیه، ولی ممکنه یه ماه ضرر بیشتری بده، یه ماه سود بیشتری بده. همیشه مدیریت سرمایه بهتر از هر استراتژی، چون باید مدیریت سرمایه بهتری داشته باشه. اینجا با اینکه ریورس کرده ولی 2 تا
باشم تو ضرر رفته. خب اینا جزء لاینفک استراتژی نمیشه اصلا چیز کرد، اینا رو حذف کرد. همیشه استراتژی ضررهای خودشو داره. ببینید اینجا ضرر داده، ریورس کرده، ضرر داده، دوباره گرفته و سودشو گرفته از معامله. بریم پولی که داده رو نگاه کنیم. با $1000 شروع کرده، $600 سودش بوده، سود نهاییش بوده. ببینیم 2200 برده‌ای سود کرده و در عین حال 1600 تا هم ضرر داشته. یعنی در مجموعش $600 مثبت $600 سود اومده بیرون. ببینید 6 تا ضرر داده که این یک کمی خطرناکه برای کسایی که مدیریت سرمایه‌شون ضعیفه، ولی برای اکانت‌های بزرگتر زیاد عدد خاصی نیست. دراگونش 17.5 متوسطه، یعنی در هست، ولی 10 به نظر من این استراتژی 7 رو میگیره. شما نظر خودتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. شما مگه اکسپرت میخواین و استراتژی خاصی دارین، برام بفرستین استراتژیتون رو، بعدش اکسپرتشو بنویسم، فکتست بگیریم، فیلترهایی که لازمه اضافه کنیم براش، بهینش کنیم، بعد که بتونه براتون سوده باشه. این هم از ویدیو امروزمون. امیدوارم که همیشه زندگیتون پربرکت باشه. شما رو به ایزد منان میسپارم تا ویدیو بعد.